بسم الله الرحمن الرحیم. اصلش بودم 50 بیته که من خمسشو در میارم خدمتتون تقدیم میکنم. سهم سادات خودتون مصرف. اتفاقا اشاره شده به سهم ساداتش در آخر. سهم امامش آمدیم از هزاره اندوه، سبدی از ستاره زیر عبا. ماه در جیب و کهکشان در جیب، پیکری پاره پاره زیر عبا. از ازل گوییا که در تقسیم عشق کارش به ما محول شد. مختصر بود اصل نسخه عشق، با حواشی ما متول شد. گرچه فرزانگان وادی فقه باب الانسداد را بستند، قائلین به انسداد هنوز در میان صفوف ما هستند. مثل سنگند ساکت و سنگین، چشم بر گردش فلک دارند. دیده بربستند و عند الظهر باز بر آفتاب شک دارند. پشت کرده به واجبات خدا، رو به انجام نفل و استحباب. وضع سابق برایشان باقی است، با تمسک به اصل استصحاب. می پسندند بعضی از طلاب بحث در قسمهای عادت را. من ز ابواب فقه مشتاقم، باب روحانی شهادت را. قبله در قید و قدس در زنجیر، بنشینید استخاره کنید. آی نامردها و آخرتان، تای تأنیس را سواره کنید. همه آماده ایم و جان بر کف، لشکر قدس را امیر کجاست؟ برسان فاعل مقدر را، ای خدا مرجع ضمیر کجاست؟ فاعل ار غایب از نظر گردید، نائب فاعل است اهل سداد. آن که با دانش و درایت و صبر، تن به ترخیم انقلاب نداد. آخرین خم تمام لبها را، آشنا با پیاله خواهد کرد. شهر را با طهور خواهد شست، حوزه را استحاله خواهد کرد. مستحق‌تر ز سید عبدالله نیست در عرصه نظربازی. مست میشد اگر ز رخسارت سهم سادات را بپردازی. ایوالله انفاسکم. خب خوب بود. اصطلاحات فقهی و اصولی و نحوی و صرفی و ترخیم و همه چی توش بود الحمدلله. بالاخره شما یه طعنی به اصحاب عبا زدید و اشکال واردی هم دارید با اون این است که چرا به مسئله فلسطین و مسئله استکبار و اینا توجه نمیشه. اما توجه داشته باشید امروز بیشتر از همه باز اینان که دارن با مسئله استکبار برخورد میکنن. بعضیاشون دیگه میپسندن بعضی از طلاب. خب حالا همین شما اون نیمه پر رو خوب بود نشون میدادید به جایی که نیمه خالی رو نشون بدید. کما که نیمه پر بیشتر هم هست حقا و انصافا. تو این دوره لااقل اینجوره. در اون 40 تای دیگه این اشاره شده دیگه متاسفانه. خیلی خوب. خب طیب الله خیلی خوب.